بانک ملی تاجیکستان با همدسته چند نهاد دیگر لایحه قانونی را تهیه و پیشنهاد کرده است که طبق آن به نفرانی که به صرافی مشغول می شوند تا 9 سال زندان و تصرف مبلغ‌هایشان تهدید می کند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست مطبوعاتیش در این باره خبر داده است و گفته است که من بعد وضع اسعار تنها در بانک‌ها، تشکیلات قرضی و نقطه‌های انتقال مبلغ امکان دارد. به گفته رئیس بانک ملی این تدابیر برای پیشگیری از هناتی و پایان‌روی باشیدت قرب ملی راه اندازی شده است. او پایان‌روی قرب سامانی را هم با عیب صرافان دانست و گفت دیگر فعالیت آنها در کشور اجازه داده نخواهند شد. او شمار صرافان را 818 نفر گفته است، اما صرافان شمار آنها را بیش از 3000 میگویند. یک صراف سابق که تا بستن دکانش در بازار پنجشنبه شهر خوجند فعالیت می‌کرده است به پیام‌نت گفت که تنها در این بازار حدود 250 نفر به صرافی مشغول بودند.